به یاد بودی شهید جنگ افغان خورشید قمر. جنگ دهشت‌آور سالهای 1941 و 45 به هر یک خاندان داغ خود را گذاشته و طول قریب 50 سال از دلها نرفته است. حالا هم اسارت آن در گوشه قلب هر یک ما محفوظ است. جنگ افغان چی؟ این چی خیل جنگ بود و صدها جوانان ما را غورمرگ ساخت. به جنگ سال 41 که ما فاشیستان نیمیس را عیبدار میکنیم، اما به جنگ افغان کی را گناهکار میدانیم؟ به مرگ جوان مردان غورمرگ گشته کی را سرزنش میکنیم؟ افغانستان در بین بیش از 10 سال آن در مرکز دقت همه ما بود. بستری هزارها عروسان را خوش کرد جنگ افغان. کودکان را بی پدر و مادران را بی فرزند کرد. اما همه آن شهیدان در قلب نزدیکان خود زنده اند، ابد زنده اند، چنانه که شاعر خورشید قمر گفته است: من زنده ام هنوز بین مرگ و درد خیش، چون آتش دلم ز نفسهای سرد خیش. در هر نفس زمانه ز روزم همه شمرد، از هر نفس در آسمان دیدم ز گرد خیش. کو مرد سربلند و بزرگ و شجاعی سوخت، تازه این زمانه بگذرد اندر نبرد خیش. من زنده ام هنوز در این گیرودار دهر، من زنده ام با گرمی آشوب درد خیش. از ناحیه سمرقند 25 نفر جوانان در جنگ افغان شهید گشتند. با تشبث حاکم ناحیه رحیمه حکیموه در شهرچه گلاباد خیابان شهیدان برپا کرده شده است. یکی از شهید گشتگان آموزگار، محقق، شاعر خورشید قمر می باشد. خورشید قمر همگی 38 سال عمر دیده است. اگر او زنده می بود 50 ساله می شد. خورشید فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی سمرقند را ختم نموده است. آموزگار دانشکده معلمین سمرقند بود. از سال 1977 تا 80 در افغانستان کار کرد. باز سال 82 او را به افغانستان فرستادند. تیری که تن خورشید را سوراخ کرد به دل دوست و اقربایش اثر گذاشت که زخم آن تا حال باقی است. ما امروز به یاد بودی شاعر، محقق، جنگاوری بین المللی خورشید قمر جمع آمده ایم. من همصحبت من خلیل جان ابراهیم زاده، ما جانشین رئیس شورای جنگاوران بین المللی ولایت سمرقند. خلیل جان درباره من خورشید قمر، عموما درباره من کار شورای شما، فعالیت شما، کارهای خیرتان یک دو سخن گفته می‌دادید. تشکر. اگر آید به کارهای شورای ما بیاییم، شورای ما سال 1986 تشکیل شده برای حمایت کردن حق و حقوقهای بین جنگاوران بین المللی و دادن امتیازها را برای نظارت کردن به دنیا آمده است و تا امروز ما کارهای بسیاری کردیم برای ابدی ساختن خاطره شهیدان جنگ افغان که در ولایت ما از 164 نفر زیاد می باشند. یکی از آنها خورشید قمر، یکی کاپیتان خورشید قمرالدین گفته ما میشناسیم، دارنده دوست داره سرخ و در 38 سالگی در
افغانستان در یکی از جنگ‌های شدید قهرمانانه شهید گشته است. با تماشابینان محترم معلوم است که این مرد شریف همچون شاعر، همچون آموزگار و همچون یک کسی بسیار حلیم و خاکسار، یک شخصی بسیار برای سمرقندیان معتبر بود و از همین خاطر ما با اهل ادبی سمرقند و با شعرای خود ما مصلحت کرده، بلخصوص با رئیس محترم خود ما طلا مرادف با همین خلاصه آمدیم که امروز 1 دکبر اگر وی کس زنده می بود 50 ساله می شد و امکان داشت که و امروز شعرهای خودش را، شعرهای تازه خودش را در این جشن خودش خوانده میداد. لیکن افسوس این حیات خیلی که میگن وفا نکرد، از اجل جای گریز نبوده است. این آدم قهرمانانه شهید شد و ما باز یک دفعه دیگر خواستیم که خاطر او برای ما نیک بودنش، برای ما عزیز بودنش را نشان دادن. ما امروز این جشن را تشکیل کردیم و من از فرصت استفاده برده میخواستم بگویم که با این جشن شعر و ادب، با این جشن خاطره خیر مقدم گویم تمام کسانی که به اینجا حضور دارند. تشکر. برای کارهای خیرتان همیشه آمدیار باشد. او ربایی می نویست. چنانه که شاعر حیات نعمت می گویند 290 ربایی از او یادگار مانده است. ما از لب زندگی نبوسیده هنوز، از شوق حیات می ننوشیده هنوز، فرزند جوان این زمین مچنان آن راز محبت نپوشیده هنوز. به نزدیکی در زادگاه او دهه خیمر ناحیه سمرقند بخشیده به 50 سالگی خورشید قمر مراسمی با شکوه دایر گشت. آن را مرکزی فرهنگی تاجیکان، کارخانه خردی گنجینه، شورای جنگاوران بین المللچی و حاکمیت ناحیه سمرقند تشکیل نمود. مراسم را رهبر اتحادیه سیاوش ارکین مولانوف کشاده درباره صاحب جشن معلومات داد. ثانی رشته سخن را به شاعر سلیم کنجه داد. بعد نویسنده، هم مکتب شاعر ادش استاد، رئیس شورای سابقه داران گذری میرزا اولوغبک آبلابردی پولادوف، جانشین رئیس شورای جنگچیان بین المللچی ای ولایت خلیل ابراهیم زاده، حاکم ناحیه سمرقند رحیمه حکیموه، دسنت دانشگاه دولتی سمرقند بختیار نصرالدین زاده، شاعر حیات نعمت خاطرات خود را درباره صاحب جشن گفته دادند. در مراسم این باشکوه رئیس شورای جنگاوران بین المللچی ولایت طلعت مرادوف اشتراک نمود. خوانندگان مکتب میانه رقم 12 ربایی های صاحب جشن را قرائت نموده همه را به وجد آوردند. برگیت ما مادری زار با دلی سچار گفتی باغ فارم میبرم من ملک افغان از آن بیغانم سبا رفتی بسر جانم بیسرم من تو رو همی کابم بیسرم من تو رو چسامیابم بیسرم این قدر مکن آبم بیسرم شبها نمیخوابم از کجا در بندم بیسرم نام نیکت نهادم خورشید تو را کمان کردم با صد امید نخواد که با دست خود به گرز بارم بیسرم بیا با آغوشم بیسرم مکن آبی دیرم. در آخر خواهر خورشید قمر رهبر قمرالدین وکی آموزگار است برای این تدبیر به تشکیلاتچیان منتداری بیان نموده ربایی تازه شاعر را قرائت کرد که 2 روز پیش از فوتش به قلم آورده است. بخونت مرگ تو آمیخته ناگه
لباسی حربیت بر تن کفن شد، روخت را مادری زارت ندیده، تنی نورسته‌ات خاکی وطن شد. ما در oile 6 نفر فرزند بودیم. برادرم خورشید جان کلانی بودن. پس از اون کس یوسف دویمین برادرم. پس از اون ما 4 خواهران. برادرم چه خیلی که معلوم یک شخصی نیک رفتار، شخصی عالی همت، همه وقت با کمک افتادگان حاضر بودن. برادرم مکتب رو با مدال طلا، دانشکده عالی رو با دیپلم اعلی امتیازنامه تمام کردن و در اسپیرانتورا رفته دوشنبه در زیر یاری با رهبری اولیمون اونجا کاری دیپلمی سر کردم. افسوس، صد افسوس میخورم که برادرم کاری خود را با آخر رسانده نتونستند و در نتیجه جنگ خانمانسازی افغان حیات گلگل شکوفانی برادرم خورشید جان بر وقت پوشیده گشت و در سن 38 سالگی او از عالم چشم پوشید. منت دارم خاطر نیک او را هم دیاران، حاکمان ولایت، رایون، اوبلاست همه وقت یاد کرده با او لوحه یادگاری گذاشتن. در خیابان گلاباد لوحه خاطرای آنها رو گذاشتن و امروز در روز 50 سالگی جشن برادرم دیاران، هم دیاران ما، خیش تباران، هم کسبه های برادرم حاضر شده او رو جشن او رو پیشواز گرفته شدیم. ولی افسوس میخورم که برادرم در مابین ما نیست. به شما، به همه شما، به شما مادری مهربان، به شما کلین، به همه شما خواهران صبر و طاقت تمنا داریم. خدا یارتان بود. بعد جمع آمدگان یار و دوستان در حولی خورشید قمر شده بر روح او فاتحه خواندند. الها این قبیل جنگ و جدال ها اصلا تکرار نیابد. خلقمان آسوده حیات بسر برد. حالا از خورشید قمر 1 نفر فرزند یادگار مانده است. نامش فریدون، در صنف 8 میخواند. ما به زوجه او محبتای مادری مشفق علما خاله خواهران خورشید صبر و طاقت خواهانیم. و فریدون باشد میگوییم که تو نامبرداری پدری صاحب قلم هستی. روح پدرت به تو همیشه مددگار باشد.